طرف دست راست داور با حرکت سفید محیبوف عبدالحمید. از طرف دست چپ عبدالحمید محیبوف تیمور رحیموف و تیمور رحیموف حالا به میدان آمدند. پهلوانان گران وزن ما اکنون آهسته آهسته به پیش به سوی مظفریت قدم می نهند. تیمور رحیموف و محیبوف عبدالحمید حالا در میدانند. بدن به تیمور داده شد. عبدالحمید اصلا زاده رشت است. و این پهلوان هم در سبقت‌های انتخابی دوره دوم در شهر دوشنبه موفق شده بود. بسیار هم سستی هنری عبدالحمید رو می‌بینیم. عقب نشینی دارد، هراس دارد. بله، هراس هم باید داشته باشد از این پهلوان قوی اراده. البته بسیار هم در هراس است. دستی چپ عبدالحمید رو اکنون تیمور رحیموف چون فشار داد به خاطر کاری رو انجام ندهد رقیبش. بسیار هم این حسابیده نشد چون که امر داور اینجا ایستاد بود. تیمور رحیموف آهسته آهسته خود را به دورهای بعدی آماده میکند. تنبیه داده می شود به پهلوانی خلعت سفید داشته. حالا نماینده شهر دوشنبه چون گفتیم که بسیار رقیب نشینی میکند. تیمور رحیموف از دسته فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری در این میدان هنرنمایی دارد. فکر میکنم اینجا پهلوان خلعت سفید داشته را تنبیه دوم دهند و از میدان خارج کنند چون که کاملا گوشتین نمیگیرد. رقابتش براسی خیلی ضعیف و نگران کننده است. تیمور رحیموف این چهره سرشناس، پهلوان خیلی محبوب و شهرتیار کشور. ما راحت تیمور رحیموف رو به بازی‌های المپیک تبریک میگوییم. یک دستاورد شایان که البته در تاریخ ورزش جودوی مملکت در زمان صاحب استقلالی این هم دستاورد شایسته ترین که 3-4 پهلوانی ما تیمور رحیموف، سامان محمد ببکوف، کامران شاهی استوپیریان و اکمل مرادوف به بازی‌های المپیک راه یافتند. 4 راحت بازی‌های المپیک. این تنبیه دوم است و خارج است. من فکر میکنم که دیگر جای گفتگو هم نیست. الکی آگاهی بود، تنبیه داشت و پهلوان از میدان باید خارج شود. دیگر چاره نیست. بله، دقیقاً همین خیل هست و این ترتیب میدانداری بسیار نگران کننده است. تیمور رحیموف در این دیدار ظفر یافت و به مرحله دیگر برآمد. شیخانوف، نصیرجون، میر محمد، شکر محمد